سلام، بریم سراغ پروژه بدون هیچ متن. اول از همه VS Code رو حتما نصب کنید. موقع نصب تیک هاشو بزنید. ابتدا بچه‌ها روی دسکتاپ میام و یک دونه پوشه میسازم. حالا راست کلیک میکنیم توی محیط VS Code بازش میکنم. اگه ویندوزتون 11 اون پایینی که راست کلیک میکنید یک کلید مور داره، رو مور بزنید و بعد میتونید ببینید VS Code رو. داخلش میریم بچه‌ها. قبل از اینکه هر کاری بکنیم اول بچه‌ها میریم توی این قسمت و کلیک میکنید، تایپ میکنید قسمت بالا و میزنید لایو سرور و حتما اون رو اینستالش میکنید بچه‌ها، چون خیلی برای دیدن پروژه هامون، برای خروجی کارهامون بهش نیاز داریم. خب حالا برمیگردیم اینجا. برای ساخت پروژهمون بچه‌ها یه دونه فایل HTML لازم داریم، یه دونه فایل CSS. اینها رو میسازم. اسمش مهم نیست چی باشه، ولی من میذارم proclass4u.html و مخففش رو هم میذارم pc4u.css. بعد از دات مهمه، قبل دات هیچی مهم نیست. رو فایل HTML کلیک میکنم و تایپ میکنم بچه‌ها داک. اینتر رو میزنم. بیس کارمون آماده است. راست کلیک میکنم اوپن لایو سرور. میبینید میکشم تصویر رو میزنم کنار و روی VS Code کلیک میکنم و الان صفحه تقسیم شد از وسط. بچه اینجا روی فایل کلیک میکنم. نگاه کنید اوتو سیوتون حتما تیکش فعال باشه که به صورت خودکار سیو میکنه و خروجی رو بهتون نشون میده. اگر این تیک فعال نباشه هر تغییری که میدید باید اول سیو کنید تا تغییرها اینور نشون داده بشه. حالا من تایپ میکنم سلام و شما سلام رو اینور میبینید. اینور نوشتم سلام، اینور میبینید. میام پاکش میکنم. اسم این بالا رو نگاه کنید بچه‌ها. میام عوضش میکنم، میگم نو بار. خروجی رو میبینید که اسم عوض شد. درسته؟ حالا میام CSS هم میخوام با HTML هم لینک کنم، یعنی هر تغییراتی، هر دستوراتی رو من تو CSS اعمال کردم نوشتمشون توی HTML نشون بده خودش رو. پس برای این کار میام اینتر رو میزنم و میگم لینک و اینجا توی اینجا پی رو میزنم. میبینید که درسته. حالا میام اینجا تایپ میکنم. برای ساختن نوبارمون بچه‌ها من باید تگ نو رو بزنم اینتر، بعد یه دونه آنوردد لیست لازم داریم که UL اینتر، بعد لیست آیتم لازم داریم که میشه LI اینتر و تگ A لازم داریم. اینجا من میام تو همین خطی که کلیک شده دقت میکنید داره موس چراغ میزنه. آلت و شیفت رو نگه میدارید، کلید پایین رو میزنید، هر تعداد بخواید براتون کپی و الان خروجی رو بچه‌ها شما دارید اینجا نقطه ها رو ببینید. مثلا من اینجا تایپ میکنم و شما کاملا میتونید اینجا خروجی رو ببینید. دومی رو بذارید تایپ کنم که ببینید زیر هم دیگه است. بچه‌ها ما برای طراحی نوارمون نیاز داریم از این تگ ها استفاده کنیم، چون این تگ ها رو اگر شما درست استفاده کنید به هر کدوم میگن تگ. نو یه تگ، UL یه تگ، LI یه تگ، A یه تگ و هر کدوم از این تگ ها بچه‌ها در جای خودشون کارایی خودشون رو دارن و توی SEO سایت هم تاثیرگذار این قضیه، خیلی هم تاثیرگذاره که شما تگ ها رو در جاهای درست استفاده کنید. پس ما از این تگ ها استفاده می‌کنیم برای طراحی نوارمون. چیز سخت عجیب غریبی نیست. حالا میخوام بهتون یاد بدم روشی رو که هیچ کس بهتون یاد نمیده که در پروژه های بزرگ خیلی سرعت کد نویسیمون میبره بالا. من تایپ میکنم بچه‌ها، میگم نه زیر مجموعش یه دونه آنوردد لیست داریم، زیر مجموعش LI رو داریم که چند تا ازش داریم، 4 تا ضرب در 4 میکنم. درون هر کدوم از این LI هامون هم یه تگ A هست. اینتر رو میزنم و میبینید که همون رو برای ما ساخت. حالا میام و داخل اینها شروع میکنم تایپ کردن که شما خروجی ها رو ببینید. اسم رو نوشتیم، الان خروجی رو این ور شما دارید میبینید. درسته؟
حالا بریم تو قسمت CSS که این رو زیباش کنیم. همین نوشتمون رو که خیلی یه چیز ساده است رو زیبا کنیم، بهش شکل بدیم، بهش فرم بدیم. تو CSS قراره این کار رو بکنیم. من میرم وارد CSS میشم. اولین چیزی که تو CSS می‌نویسم بچه‌ها بادیه. میخوام بهش بک‌گراند کالر بدم، میگم و از اینجا رنگ اینو انتخاب میکنم. دقت کردید چقدر بک‌گراندمون قشنگ شد. بریم تغییر بعدی. بهش میخوام فونت فامیلی بدم، یعنی شکلش رو تغییر بدم. شما اینو نگاه کنید و این رو برابر با سان صرف قرار بدم. چه اتفاق افتاد؟ فونتمون تغییر کرد. حالا میخوام به دیواره بچسبه. ما یه چیز داریم به نام مارجین. مارجین کارش اینه که میاد فاصله آیتم ما رو از آیتم های اطرافش، چه بالا چه پایین چه چپ و راستش، به ما فاصله هاش رو میده، فاصله بیرونیش رو تنظیم میکنه. من میتونم به دو صورت تایپ کنم. یکی میگم مارجین که اینجا میاد، صفر اینتر رو بزنم که راحت که حالت نرمال نوشتنشه و یک روش پیشرفته بهتون یاد بدم برای نوشتن. میام چیکار میکنم؟ کنترل Z رو میزنم که برگرده و میگم M0 اینتر. مارجین صفر رو برای من طراحی کرد و این خط چشمک زنم اومد بعد کامامون قرار گرفت که دیگه ما نیاز نباشه یکی بیرون مرتب اینتر بزنیم. سرعت کد نویسیمون خیلی میره بالا بچه‌ها با این حرکت، خیلی. بعدش میگم P0 فاصله درونی آیتممون، اجزای درونیمون. ما هر آیتمی که داریم یک فضای دورش داره. مثلا تصور کنید یک جعبه رو که وسطش یه دونه سیب مثلا قرار داره. این سیب یه فضای اطرافش داره، بهش میگم پدینگ. وقتی میگیم پدینگ سیب کاملا این فضا چسبیده است به سیب. یعنی اگر سیبمون وسط قرار داشته باشه، این سیبمون باشه، اون باکسمون از دو طرف به این صورت بهش چسبیده است. وقتی ما بهش پدینگ میدیم این باکس بزرگتر میشه. فرض کنید توی یک جعبه بزرگ یه دونه سیب قرار گرفته، وقتی پدینگشون رو زیاد میکنیم. حالا بر اساس ابعادی که به پدینگمون میدیم ما. حالا میایم سراغ آیتم بعدی و میگم نو و میخوام به این ابعاد بدم. مارجین میدم، میگم M 2 پیکسل 15 پیکسل. دقت کردید فاصله رو؟ الان بچه‌ها 15 پیکسل به این سم رفت، 2 پیکسل از بالا اومد پایین. دو تا عدد بهش دادم. عدد اول بچه‌ها فاصله بالا و پایین مارجین رو به ما میده. عدد دوم فاصله چپ و راست رو به ما میده. ما میتونیم از 4 عدد هم استفاده کنیم. ذهنتون رو فعلا درگیرش نکنید. حالا میام بهش PGC میدم، بک‌گراند کالر. این دفعه میخوام از هشتگ استفاده کنم و بابت این بهش میگم 29 49 69. اینطور میبینید که ما بک‌گراندمون تغییر کرد رنگش با هشتگ. لبه‌های کار رو بچه‌ها میبینید چقدر تیزه، روی اعصابتون نیست. میتونیم اون رو با یک دستور خیلی ساده بهش انحنا بدیم. میام و میگم BORR، میگم BORR و اینتر رو میزنم، بهش میگم 7 پیکسل. اگر دقت کنید لبه ها دیگه اون حالت تیزش رو نداره. پس شما با این دستور میتونید انحنا بدید. اگر طول و عرضتون برابر باشه و چون مثلا مربع باشه، اینجا مستطیل دیگه، 50% مثلا رادیوس بدید دایره میشه شکل. حالا میخوام بهش باکس شادو بدم. تو باکس شادو چه اتفاقی میفته؟ من بهش ابعاد و اندازه میدم. یعنی میگم 0 4 پیکسل 7 پیکسل و اتفاقی که میفته بچه‌ها رنگم انتخاب میکنم از اینجا و میام از داخل این بچه‌ها نگاه کنید. آره میام هم تغییر رنگ میتونیم بدیم، هم میتونیم اوپاسیتیش رو کم کنیم از این درجه. اتفاقی که میفته بچه‌ها میاد بهش سایه میده. سایه میده با رنگ دلخواهمون. شما این اعداد تغییر بدید. یعنی مثلا من 0 گذاشتم، بذارید 2 پیکسل 4 پیکسل 7 پیکسل، یا بذارید مثلا منفی 3 پیکسل نمیدونم 5 پیکسل 9 پیکسل، یا عدد اول مثبت بشه 3 پیکسل منفی 5 پیکسل مثلا 10 پیکسل. این اعداد ارقام هم زاویه تابش نور رو به ما تغییر میده، یعنی سایه به کدوم سمت باشه، هم فاصله سایه از آیتم رو ما نشون میده و هم میزان محو شدگیشو که چقدر پخش بشه، طبیعی تر بشه.
حالا میام بچه‌ها چون نوشته های داخلمون دیده نمیشه میگم از تگ A استفاده میکنم و بهش یک کالر میدم و اینو برابر با وایت. حالا نوبت UL مون رو بچه‌ها ما میخوایم از دیسپلی استفاده کنیم. دیسپلی ساختار و چارچوب HTML مون اصلا کلا تغییر میده. الان نوشته‌هامون به صورت عمودی دیگه. من میگم df inter display flex یه بار افق. میام اینجا بچه‌ها و توی قسمت A میگم p20 پیکسل و اگر دقت کنید میبینید که اون جعبه‌ای که داشتیم بزرگ شد. الان کنار نوشته ها میبینید بچه‌ها یه نقطه هایی هست، درسته؟ اون مال li، مال تگ li. من li رو تایپ میکنم بچه‌ها و میگم که lis دوست دارید؟ نه و اگه دقت کنید نقطه ها هست. حالا میام سراغ تگ a، میام بهش فونت سایز میدم. فونت سایز میدم که ابعاد اندازه نوشتم بزرگ شد، میگم 20 پیکسل، اینتر رو میزنم. حالا خطای زیر رو میخوام با هم دیگه پاکشون کنیم. میگم tn، اینتر رو میذارم، text decoration now، خطا پاک میشه. حالا میام حالت هاور رو با هم دیگه بررسی کنیم. یادتونه قدیم ما بچه بودیم میگفتن دست رو دماغ بابامون میذاشتیم میگفت بیپ بیپ. این حالت هاور موس که روش یه اتفاقی بیفته. میگم a هاور و ارزم به حضور گلتون که یک BGC میدم بهش و اینو میگم رد و از اینجا میام و اینو جیگریش میکنم، یه مقدار اوپاسیتیش هم کم میکنم به این صورت. ببینید رنگ تغییر میکنه اما به چه زشتی تغییر میکنه. بک‌گراندش میبینید که اون نوبارمون باریک‌تره و این ضخیم‌تره. دو تا روش داره بچه‌ها برای که بتونیم رو درستش کنیم. روش عامیانش که اکثرا استفاده میکنن اینه که میرم تو UL و بهش پدینگ 20 رو میدم، اینتر رو میزنم و این قضیه درست شد. درسته؟ میبینید که خروجی کارم. میام توی قسمت تگ A و میگم DB اینتر میزنم، دیسپلی بلاک. دیسپلی بلاک میاد این رو با والدش مچ میکنه و این خیلی برتری داره با اون. چرا؟ چون من مثلا الان میام پدینگ رو تغییر میدم، میبینید اون حالت بک‌گراند اون نبمونم باش سایز تغییر کرد. تغییر میدم 13 میکنم بازم همون میشه. پس هر تغییری که من تو پدینگ بدم اونجا اعمال میشه. اما تو UL اگر بخوایم استفاده کنیم بدون دیسپلی بلاک حالت اولمون هر دفعه عدد رو تغییر بدم اونجا باید تغییرش بدیم. پس این حالت حرفه‌ای تره. این نکته که از نکات دیگه بود که این جلسه بهتون یاد داد. بچه‌ها بوردر رادیوس رو یاد گرفتیم دیگه، درسته یا نه؟ به جای خط تیز به ما انحنا داد دیگه تو لبه کارم. ما یک تگ داریم به نام بوردر میاد دور تا دور کارمون خط میکشه، مگه اینکه ما بهش دستور بدیم بوردر مثلا تاپ، یعنی خط بالاش خط بکشه، یا بوردر باتن یا بوردر رایت. اینجا میخوام از یه تگ استفاده کنم، از بوردر رایت استفاده کنیم و بوردر لفت برای که بخوایم هاورمون رو قشنگ‌تر. من میگم بوردر لفت 1 پیکسل سولید اینم وایت. خب این کاری کردیم چی بود بچه‌ها؟ ما گفتیم آقا سمت چپش یه دونه خط ظاهر بشه، 1 پیکسل عرضش باشه، قطرش باشه و سولید باشه، تک خط باشه. نگفتیم دابل باشه یا دش باشه که نقطه نقطه مثل خطای وسط جاده باشه که منقطع تیکه تیکه هستن، اونجوری نبود. چیز سختی هم نیست، بورده خیلی ساده است و رنگش هم سفید باشه. حالا میام روی این خط کلیک میکنم، آلت شیفت رو نگه میدارم و کلید پایین رو میزنم. یه کپی ازش گرفتم، میام اینجا و به جای left میگم right. الان سمت راستش هم اون خط اگه دقت کنید میبینید که ظاهر شد.